ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 34-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 13. افندی بودید شما. من از هیچ کس امکانیت هم نمی پرسم. به زمینه هم احتیاج ندارم. زمینه ام را خودم انا با همین دستهایم، انا با این یراقهایم درست می کنم. برای ترسانده گرفتنی مردم همین منصبم کفایه. در همین وظیفه ایستاده من چنان کنم که بچه های در گهواره بوده نامی مرا شنویده خاموش می شوند. همه را نام و آوازه من زیر می کند. مردم دیده و دانسته با شعورانه از من می ترسیدگی می شوند. انا آنگاه هرچی خواهم می کنم. بله هرچی خواهم می کنم. بی بقایی کاری بلشویکان در همین که آنها مردم را ترساندن نمی خواهند. من این را نقص می دانم و از همین هم استفاده می برم. اما شما می گویید که من دشمن را نمی دانم. این راز دل اسد مخصوم را شنیده نظام الدین که خودش را دانا، زیرک و همدان می شمارید حیران، لال و مبهوت شده مانده بود. وی برای جدیدی در آمدن این جانب هیچگاه این طور گفته های قطعی و گویا با اساس و دلیرانه را نشنیده بود. بیشترین جدیدها آدمان ترسانچک، دودیله و ناقطعی بودند. دلشان می خواهد که هم حاکمیت به دستشان باشد، هم آزار نیابند، هم طرفداری کمبغلان باشند، هم مال و دولت و جاه و منصب از دست نرود. میلش کمبغل، مهنتکش و کارگران آزاد باشند، لیکن به آنها، به زمین و ملک آنها، به دارایی آنها کاردار نباشند، برعکس خدمتشان را کنند، به درگاه آنها دست الف لام ایستاده کار کنند، آنی که به آنها آزاری نرسد. مختصر شعار آنها همین بود که هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. لیکن چطور می شود که می گفت اکنون خود به خود نظام الدین، چطور می شود که هم لعل را کشیده می گرفته است و هم یار نمی رنجیده است؟ نمی شدگی سودا، یک قطعیت، یک زوری و حتی بیرحمی هم در کار است. این اسد مخصوم همین قدر بلا بوده است، همین قدر اندیشه داشته است و تا به امروز بیخبر. نه، شما بلا بودید، گفت وی نهایت. شما ناباب بودید، من بیخبر، من نمیدانستیم. چطوری که در ما میگویند هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. نه، گفت مخصوم، من آدمی خیلی باب هستم، فقط به هر کس نه. من می توانم شمشیری برای شما باشم،
می توانم پلنگی بیشه شما شوم. فقط در آن وقتی که شما هم به کار من یاری رسانید، شما هم مرا دستگیری کنید، چطوری که شما می گویید قرصک از یک دست نمی براید. به این شبهه نیست، گفت نظام الدین. به صدق و صمیمیت من کارم و رفتارم گواه است. درست، من از شما عموما گیله ندارم، فقط همین قدر می گویم که خلق بی سرور ایستاده نمی تواند. اگر شما مرا دستگیری نکنید، کسی دیگری می براید و لجام را به دستی خودش می گیرد. آنگاه کی می داند حالی شما چی می شود؟ خوش، شما چیزی گفتنی بوده؟ بله، گفت به خاطر آورده نظام الدین. دیروز من در نزد فیض الله بودم، کویبشیف و حیدرقل هم بودند. حیدرقل هم؟ بله، 3 کزور یک شدگی، 3 توز. انا از این حال حذر کنید. وقتا که انگشت ها مشت شوند، ضربهشان سخت می شود. کویبشیف از حبس کرده شدنی عصا و می دانید اون چی از مسئله عایشه خیلی خفه شدگی. می ترسم که همین چیزهای جزئی آنها را به سوی اسرار ما راه بلد شدن نآرد. خوب، عصا آزاد می شود. این یک. مسئله عایشه همین که من با راضیگی و حتی التماس خودش و مادرش نکاح کردم. زمانه ما زمانه زوراوری نیست. دل زینب. کریم دعوا دارد که انا عایشه، انا مادرش، کس مانده پرسند. اگر اینها گویند که مخصوم ما را زورن گرفت، کریم نغز بود و به کریم می رویم، مرحمت پیش راهشان گشاده، آنگاه به من هم جزای را که می خواهند دادن گیرند. نظام الدین باز حیران شد. آخر وی از واقعه عایشه سر تا پا خبر داشت و هیچ باور کردن نمی توانست که اسد مخصوم با راضیگی خودی وی نکاح کرده باشد. عجیب، گفت حیرت خود را پنهان نکرده نظام الدین. شما ساحر کنی؟ سحر و جادو فایده ندارد، گفت اسد. نغز دیده توانستن لازم. محبت و عشق گرم و جوشان باشد، وحشی ترین حیوانات هم به شما رام می شود. این را دانید که کمینه شما چندان خشک و خاری و به حس و ادراک هم نه. آهسته آهسته به نظر نظام الدین قدر اسد بلندتر و بلندتر می شد و گمان می کرد که وی نظام الدین در پیش این مردی توانا هیچ است. بنابراین تمام از دل و جان و تملق کارانه گفت: شما حقیقتاً زور مخصوم مانند ندارید. انا برای همین هم می ترسم که به شما به کار شما ناگهانی ناخواست شکست نرسد و سلامت و کامیاب باشید. عرض می کنم که فیض الله و کویبشیف به واسطه حیدرقل و فیروزه نسبت به شما سوء ظن دارند و با فرمان آنها کمیسیه تفتیشی تشکیل شد که در همین روزهای نزدیک باید کار شما را تفتیش کرده بیند. در هیئت کمیسیه کی ها هست؟ نظام الدین گفته داد و علاوه نمود: مسئله تسلیم شدن جبار قرباشی و تقدیر عسکرهای وی هم در مد نظر آنهاست. این طور باشد، گفت مخصوم به جایش نشسته، گلک جبار قرباشی را کوتاه کرده ماندن لازم می شود. چی؟ گفت نفهمیده نظام الدین. جبار چی می گوید؟ قبول نمی کند؟ نه، گفت دست افشانده مخصوم، نه این که قبول نمی کند، بلکه خوف هست که کار را ویران کرده سر را فاش کرده می ماند.
این جاهل یک رو. این طور باشد زودتر نیست کنید. بله، خس کم و جهان پاک، گفت اسمت جان که تا حالا خاموش می نشست. اما گفت اسد شما بچه که گویید من کار را به آنها درست کرده می دهم، فقط پراندن از آن آنها. خب میلش، گفت نظام الدین. در این دم سید پهلوان سلفه کرده در دهلیز را گشاد و به مخصوم مراجعت کرد. از طرف یگیت‌های قرباشی وکیل آمده است، شما را می خواهند. من حاضر می برایم، گفت مخصوم و از روی دیوان تلپکش را گرفته به سر ماند. می خواهید با آنها گپ زنید؟ ایمانید، گفت نظام الدین، خودتان جوابشان را داده بیایید. اسد مخصوم تبسمی معنی دارانه کرد و از خانه بیرون شد. قسم 14. حبسخانه‌ای که عصا در آن محبوس بود چندان داو و دهنه حبسخانگی نداشت. آن عبارت از حولیچه‌ای بود که در شفت حولی کلانی باغ دلکشا واقع گردیده یک مهمانخانه برای چند نفر قراولان خاص مخصوم و باز یک خانه یک دره کلان داشت. در این حولیچه در وقت امیر پشتبازان شکارچیان استقامت نموده، در آن خانه کلان یک دره که فقط از قریبی سقفش سوراخی های تیریزه مانند برای درآمدن روشنی و هوا داشت، مرغان شکاری، باز، شاهین و لاچین ها را نگاه می داشتند. حالا اسد مخصوم انا همین خانه کلان بی تیریزه را برای یک قسم محبوسانی میان درجه مقرر کرده مانده بود. 3 شب و 3 روز این طرف اسد در این خانه بی تیریزه عمر به سر می برد. به فرش پیشگاهی آن خانه از بالای خس و کاه یک نمدی نیم داشته پرتافته برای عصا جای مخصوص تیار کرده بودند و به او یک باریشت هم داده بودند. در پایان خانه در سری تشنه یک کوزه پر آبی سورینی سفارین و یک آفتابه چوینی می ایستاد. در طاق بالای سری عصا یک کاسه و پیاله هم بود. شب اول را در این خانه عصا همراه 3 نفر دهقانهای وابکندی گذرانید. چطوری که دهقانها گفتند آدمان اسد اول از آنها پول طلب کردند، وقتی که چیزی رویانیدن نتوانستند با تهمتی باسمچی گرفته آوردند. یکی از آنها نوداماد بوده است. 1 ماه پیش زن گرفته بزنش با دل و جانش عاشق و شیدا شده بوده است. همان شب تا بروز گریسته وصفی محبوبش و روزهای با سعادتی را که با هم گذرانیدند یاد کرد و دلی به آن هم محزونی عصا را خون کرد. عصا حتی غمی خود را فراموش کرده بود و تا می توانست به جوانی عاشق تسلی داد و اولی پگاه وقتا که سید پهلوان به یک چند دقیقه به نزد وی آمد با زاری و تولا از وی خواهش نمود که جوانک عاشق بیگناه را آزاد کناند. بیگاهی همان روز هر 3 دهقان را جیغ زده گرفته بردند. شاید سید پهلوان به آزاد کردن آنها موفق شده باشد یا که به محبس دیگر کوچانیده باشند. به هر حال دیگر به نزد وی کسی را نآوردند و او همیشه تنهاست. احوال روحیه آدم عجیب است و کس همیشه اولی روز صبح روشن تأثیر خوب بخشیده در هر وضعیت که آدم باشد، خواه بیمار، خواه ماتم زده، خواه گرفتاری بند و زندان، اندکی سبوکی و امید و زندگی را در خود حس می کند و یک درجه درد و علم ها نیست می شوند. دل آسوده تر می گردد.
اما همین که بیگاه شد، دل کس نیز مانند هوای گرد و اطراف تاریک و سیاه شدن میگیرد. درد و الم زوری می کند و خیالهای گوناگونی دهشت انگیز کس را فرا می گیرد و همه امید و آرزوها بر هم می خورند و جای آنها را یک ناامیدی، یأس و اندوه فرا می گیرد. آن بیگاهی محبس عصا در حقیقت هم برای وی بیت الاحزان غم و اندوه و ناامیدی ها گشته بود. آسمان را ابرهای تیره و تاریک فرا گرفته اندک نمریزه می بارید. شماری سرد برگ خزان را از طرف چهارباغ پیچانیده گرفته آورده بروی حولیچه می پرتافت و با آن رنگ زردان گویا بازی می کرد. شقری برگانی خشک شکسته از هم گسیخته ریختنی استخوان‌های جانزاده را به یاد عصا می آورد که در زیر پنجه پرقوتی حیوانی درنده واقع گشته باشد. نوله کشیدنی شمال که از ترخش‌های تریزچه‌های بالایی می درآمد به یاد او نوله گرگانی گرسنه را می آورد. تاریکی دم بدم افزاینده به سیلابی وزنینی مانند بود که تن و جانی او را دقیقه به دقیقه زیچتر و بیرحمانه‌تر می فشرد. در آن خانه لمپه نمی گیراندند. شعله روشنی لمپه از تریزه مهمانخانه و سوراخی های نزد سقف زده از آن به این خانه اندکی تابشی میداد. از هیچ جا هیچ آوازی شنیده نمی شد بغیر از نوله شمال و شقری برگانی خشک. در تاریکی فشار دهنده نشسته مینه او با سرعت کار می کرد. خواب اقلاً به گرد چشمش نمی گشت، گویا که او چنین گفته باشد: بگو به خواب که امشب نیاب به دیده من، جزیره‌ای که مکانی تو بود آب گرفت. 3 شب و 3 روز شد که او را از یار و دوستانش جدا و از کار و بارش محروم کرده زورن و ظلمن آورده به این خانه پر از غم و اندوه پرتافتند. بغیر از سید پهلوانی صاحب دل کسی از حال او خبر نمی گیرد، گویا وی به کسی لازم نیست و لازم نبود. البته فیروزه خون می خوردگیست، می تپیدگیست، به اداره ها سر می زدگیست، به چیکه می رفتگیست، اما با آن سیاه سر کی یاری می دهد؟ کاش که حیدرقلعمک در خود بخارا باشند. ما غلط کردیم که وی به کسی لازم نیست و لازم نبود گفتیم. 2 روز پیش او را خود اسد مقسوم به مهمانخانه‌اش جیغ زده برده از وی بعضی چیزها را به پرسیدن سر کرد. کریم از کجا می شود؟ با عصا چی مناسبت دارد و آنها از کی باز هم دیگر را می شناسند؟ عصا در کدام وضعیت کریم را یافته گرفت و کریم پرانده شدن خود را از کی می داند؟ درباره اسد مقسوم سخنی گفت یا نی؟ از کسلخانه کی می براید؟ دردش چی نیت و آرزوها دارد؟ این صحبت به استنطاق مانند نبود. مقسوم خیلی ملایمانه با سخنهای نرم و دلجویانه گپ می پرسید. در اثنای صحبت دسترخوان پهن و هر گونه ناز و نعمتها مهیا بود، اما عصا یک نان ریزه هم به دهان نکرد. تمام فکر و اندیشه وی در آن بود که مقصد مقسوم را فهمد که چیست و سبب اساسی حبس کرده شدن وی در کجاست. اما هرچی قدر اصرار کرد و دقت به کار برد چیزی فهمیده نتوانست.
از مخصوم گپ گرفتن آسان نبود. آن روز صحبت به آخر نرسیده، کلی عاقلوف در آمد و به مخصوم کاغذی را نشان داد و به گوشش چیزی گفت و استنطاق را بس کنانید و مخصوم گویا عذرخواهانه به عصا مراجعت کرده گفت که با تأسف وی مجبور است که صحبت را به آخر رساند. باز او را به حبسخانه آوردند. باز تنها پرتافته رفتند. امروز به غیر از سید پهلوان که پیش از غروب آفتاب چند دقیقه آمده به وی دلداری و تسلی داده رفت، دیگر کسی پیدا نشده است. قراول 2 بار اولی پگاه و بیگاهی به وی نان و چای، بعضا شوربای شوله‌ای می دهد. امروز انا هوا تاریک شده است و هنوز از خوراک درک نیست. در حبسخانه میرشب خوراک نمی دادند، لیکن خویش و تبار و اهل خانواده حبس شدگان نان و آش آورده می دادند که مردم آنجا همه چیز را به هم می دیدند. آن وقت قانون نبود، حکومت شورایی نبود. میرشب و آدمانش هر چی می خواستند می کردند. اما حالا حکومت شورایی، قانون نو هست. خصوصاً وی که کم بغل و جبر دیده و در راه انقلاب خدمت کرده است. به علاوه همه این آدمی چکه، شوهر فیروزه، دوستی نزدیک حیدرقل است. اسد مخصوم هم میرشب امیر نی، گویا انقلابچی یاش بخاری آدمی حکومت شورایی است. پس چرا او را محبوس کردند؟ برای چی؟ یا که اسد مخصوم نامش اسد مخصوم است و خودش در اصل همان میرشب بخاراست؟ کی می داند؟ پگاه یا خود همین شب او را جیغ زده 72 قین پادشاهی را به جسم وی به کار می برند. کی می داند؟ شاید وی هم مثل احمد جان مشکاب در حبسخانه اسد جان می دهد. احمد جان مشکاب رحمتی چی گناه کرده بود؟ به کی ضررش رسیده بود؟ فیروزه بیکس مانده را از دست فاسقان نجات دادن، غمی یک یتیمه سرسخت را خوردن گناه شد مگر؟ میرشب از بغض و حرص و حسد چکار کردنش را ندانسته، موی سفیدی بیگناه را به زیر شکنجه گرفته بود. حالا او را عصا را گویا برای کریمی جفا دیده آورده حبس کردند. به جای آنکه دشمنان کریم را کافته یافته حبس کنند، دوستی او را داشته آوردند. می‌خواهند که وی قصد و نیت کریم را گفته دهد. مبادا کریم به اسد مخصوم دعوا نکند. پس فرق میرشب امیر و اسد مخصوم در کجاست؟ خیال‌های تیره و تاریک مینه او را زیر و زبر می کردند. سؤال‌های بسیاری پیدا می شدند که بی جواب مانده دل او را می فشردند. چرا؟ در کشاده شده در دست فانوس پاسبان نمایان گشت. در دستی وی در یک طبق سفارین آشی پلو بود. ما خوجین فرستادند، گفت وی به عصا خطاب کرده. تبرکی خودشان. عصا از جا برخاسته به میان خانه نزدیک شده بود که پاسبان زود طبق را به لب پایگاه خانه گذاشته یک دستش را خالی کرد. عصا سوء ظن او را فهمیده در جای آمدگیش ایستاد و گفت: برادر، چی شود که تا آش خورده شدنم فانوس را مانده روی؟ فانوس را مانده رفتن ممکن نی، 10 باشی نمی ماند. لیکن میلش، آشت را خور، من می ایستم. خیر، برکه یا برادر، گفت عصا
و نزدیک آمده طبق را گرفت و باز به جای خود رفته نشست. آش را دل و بیدلان یک دو لقمه خورد و به پاسبان نگاه کرد که در لب پایگاه نشسته موزه اش را تازه می کرد. هوا خنک شده است، گفت عصا. در بیرون برف بودگی است. نه، گفت پاسبان، باران میده باریده ایستاده است. احتمال قریبی سحر برف شده ماند، لیکن هوا براستی خنک شده ماند. تو کو خنک نخوردی؟ خنک خورم هم چی؟ گفت عصا. مخصوم پوستینی خودش را نمی دهد. آشی پلو که داد، گفت با نیم تمسخر پاسبان، عجب نیکی پوستینش را هم داده فرستاند. صبر کرده ایست؟ مایلش صبر باشد، صبر دیه، گفت عصا و باز دقیقه به آشخوری مشغول ماند. تو آدمی چیکه می گویند، راست است؟ این دفعه آوازش را پست کرده پاسبان پرسید. راست، گفت عصا هم با آوازی پست. در چیکه کار می کنم. آدمی چیکه هم به حکومت شورا دشمنی می کند می؟ من به حکومت شورا دشمنی نکردم. اگر می کردم خودی چیکه مرا کیها داشته تیرباران می کرد. نباشد چی گفته در اینجا نشسته ای؟ به حسد مخصوم ستاره من خوش نآمدگیست، یا که با چیکه زور آزمایی کردنی شده مرا قبه کردگیست. ایستا که خودی تو به حکومت شورا دوست می؟ نباشد چی؟ حکومت شورا گفته در این درگاه گشتیم دیه؟ آفرین، من هم برای حکومت شورا تیارم که جانم را فدا کنم، لیکن انا این خیل با تهمت و بهتان در قفس دوست نشستن به کس علم می کند. خیر، غصه نخور. اگر بیگناه باشی مخصوم تفتیش کرده جواب می دهد، لیکن گناهگار باشی از مخصوم خلاصی نیست. بیگناهی مرا چیکه اثبات می کند، نصیب باشد. ای چیکه، مخصومی ما زور، اندک مندک کس به وی برابر شده نمی تواند. جهلش گنده، قهرش که آمد شرطی پرانده می فرستاند. همین طور گفته شنیده بودم. یادی شما بچه ها بخیر که در زیر دست وی کار می کنید. چه به این تو می گویی؟ گفت پاسبان طرفی مخصوم را گرفته. مخصوم بد جهل هم که باشد به زیر دستانش به مای گیتها بسیار نقص هیچ چیز را دریغ نمی دارد. اگر از باسمچی پاسمچی الجهی به دست افتاده ماند از آن خودت می گوید. زده از دستی کس نمی گیرد. لباسی نقص، خوراکی نقص، یراقی نقص داده مانده است. یک شرط دارد، از گفته و فرمانش یک سری مو بیرون نروید. کمندیر ما نیم بای باشد. الفت دورین کلگنده سور می گوید. دورت که آمد کامران باش. ضرب المثل ازبیکی. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 34-ро аз рӯи романи 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.